دکتر چرا اینقدر سگا رو دوست داری؟ میگه گفت به سلامتی سگ. گفتم چرا سگ؟ گفت چون امروز هر چی بهش سنگ بزنی لقمه‌ای رو که دیروز بهش دادی یادش نمیده، ولی آدما لقمه رو میگیرن و جوابش رو با سنگ بهت میدن. سگ هر گرگی رو ببینه واق واق میکنه و واسهش فرقی نمیکنه، واسه گله خودشه یا گله ده پایین، ولی آدما گرگ رو میفرستن سراغ گلت. سگ وقتی تو رو بشناسه لیست میزنه و برات دم تکون میده، واسهش فرقی نداره چقدر پول تو جیباته. سگ با هیچ دزدی رو هم نمیریزه تا ساکت بمونه و بیان خونت رو خالی کنن و برن. اما آدما، سگ اگه یه شب جفتش نباشه سگ همسایه رو راه نمیده تو لونش. اما آدما حتی اگه یه روزی هم بفروشی و با صاحب جدیدش خوب بگیره، اما تو رو ببینه باز برات دم تکون میده و پاچت رو نمیگیره. اما آدما، سگ اگه بدون پول گوشت نداری با نون خشکم کنارت میمونه، از پیشت نمیره. ولی آدما، از همه مهمتر، سگ اگه ببینه دوستش داری با وفاتر میشه، هار نمیشه. اما آدم